امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان استقلال کشور را نادرترین پدیده سیاسی و سرنوشت ساز نامید. او در این باره روز 8 سپتامبر در یک پیام تلویزیونی بخشیده به جشن 26مین سالگرد استقلال کشور اظهار نظر کرد. آقای رحمان در این پیامش به سازشنامه صلح در کشور هم اشاره کرد و گفت توانستند با این توافق کشور را از پراکنده شوی نجات دهند و حفظ مرز و بوم کشور، اتحاد ملی، بنیاد دولت، حقوق بنیاد دنیوی، گسترش فرهنگ ملی جوابگو به طلبات معاصر را از وظیفه‌های مشکلی حکومت دانست که طول این سالها توانستند به آن موفق شوند. امامعلی رحمان اجلاسی 16 شورای عالی تاجیکستان در ماه نوامبر سال 1992 را که او را به قدرت رساند نیز سازنده خواند. او گفت تحکیم وحدت ملی و حفظ فضای آرام و آسایش‌تر را برای زندگی و فعالیت شهروندانمان از همه ارزش‌های دیگر مقدم‌تر می‌شماریم. این حرفای امامعلی رحمان در حالی است که منتقدان میگویند دوام این سالها سطح کمبودجاتی در کشور بالا باقی مانده باعث به مهاجرت صدها هزار شهروندان کشور به خارج به ویژه روسیه شده است. همچنان گفته می شود که سالهای اخیر فضای سیاسی و فعالیت مطبوعات مستقل محدود شد. تاجیکستان روز 9 سپتامبر سال 1991 پس از سقوط اتحاد شوروی استقلال خود را به دست آورد، ولی همگی در چند ماهی بعد از اعلان استقلال کشور به دامن جنگی داخل افتاد. روز 27 ایون سال 1997 در مسکو سازشنامه استقرار صلح امضا شد و به این درگیری خاتمه بخشید.